اگر عضلات لگنت خشک و سفت هستن و انعطاف ندارن و دچار درد کمر در ناحیه پایین میشی و یا اینکه گرفتگی پا زیاد داری، به خاطر ضعف همین عضله هیپ شما هستش. فقط کافیه 5 دقیقه وقت بذاری و امروز با من این حرکات رو انجام بدی تا بتونی انعطاف این ناحیه رو زیاد کنی. بریم با هم حرکات رو ببینیم. خب میریم سراغ حرکت اول. حالت لانج قرار میگیری. پای راست جلو، پای چپ عقب. من نکات فنی رو اول بهتون بگم. پای راست دقیقاً باید ساق پا و ران پا زاویه 90 درجه داشته باشه. اینطوری نباشید، اینطوری هم نباشید. صاف. خب پای چپ هم به همین صورت. کف پای چپ باید رو به سقف باشه که فشار از روی زانو برداشته بشه و اگه کسی مشکل زانو داره حتما یه حوله نرم زیر زانوش بذاره. خب حالا لگن من صاف و ثابته. من میام لگنم رو سمت زمین شیب میکنم و عضلات خم کننده رانم کمک میگیرم. توی همون حالت 40 ثانیه نگه میدارم و باید فشار رو قسمت لگن یا همین هیپتون احساس کنید. خب میریم سراغ سمت چپ. پای چپ میاد جلو، میره سمت جلو و 40 ثانیه توی همون حالت میمونید. این حرکت رو شما میتونین 3 الی 5 بار انجام بدین و در طی روز 1 یا 2 بار هیچ مشکلی نداره و اگه مداوم انجام بدین نتیجه خیلی بهتری میگیرین. خب بریم سراغ حرکت دوم. برای این حرکت باید کف پاهاتون رو کامل به هم بچسبونین. کف پاها به هم چسبیده میشه و زانوها کاملا از هم باز میشه و با کف دستتون به زانوهاتون فشار بیارید تا جایی که درد رو توی این ناحیه احساس کنید. توی همون حالت 45 ثانیه نگه دارید. این حرکت خیلی حرکت خوبیه. توصیه میکنم این حرکت رو هر روز انجام بدید. خیلی عالیه. اگه مثلا کسی به خاطر ضعف عضلات کف لگنش دچار بی اختیاری ادرار شده، خیلی این حرکت میتونه بهش کمک کنه و عضلات کف لگنش رو تقویت کنه. خب تو همون حالت بمونید 45 ثانیه و آزاد. این حرکت رو هم میتونین شما تا 3 بار انجام بدید. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی حتما یه لایک خوشگل برای من بذار و توی کامنت ها برای من بنویس که کدوم حرکت رو بیشتر دوست داشتی و اگه نظر یا سوالی هم داری حتما ازم بپرس. خب میریم برای اجرای این حرکت که حرکت اسکوات هستش. حالت اسکوات شما قرار میگیری و اینکه آرنج هاتون رو به زانوهاتون میچسبونید و با آرنج ها فشار میاری و زانوها رو از هم باز میکنید. تو همین حالت 30 ثانیه نگه دار و اون درد رو در کشال ران باید احساس کنید. حالا اگه کسی مبتدی هست و نمیتونه انجام بده، یه صندلی یا هر چیز چهارپایی بذاره زیر باسنش، همون حالت اسکوات قرار بگیره. حالا آرنجا رو بچسبونه به زانوهاش و زانوها رو از هم باز کنه و به سمت خارج ببره. 30 ثانیه نگه دارین و آزاد. این حرکت رو هم شما میتونین 3 بار انجام بدید. اگه تا آخر این ویدیو همراه من بودید دمت گرم و اینکه اگه کانال سابسکرایب نداری حتما سابسکرایب کن تا ویدیوهای تخصصی در زمینه مشکلات کمر رو براتون بذارم و اون زنگوله رو هم فعال کن تا هر وقت ویدیو جدید میاد با خبر بشی. مرسی که همراه هم بودین.